جمهوری تاجیکستان همچون کشوری میوه‌های شهدباری باسفت اعتراف شده است و امروز در بازارهای جهانی مال و محصولات تاجیکستان طلبات زیاد دارد. توجه به ساحه باغ و تک‌پروری و جاری نمودن تکنولوژی معاصر در این سمت با بلند گردیدن صفت میوه‌های این کشور آفتابرویه و خریداران زیاد پیدا نمودن آنها در بازار خارجی گردیده است. امسال با دعوا برای استحصال میوه‌ها خوب بود و استحصال میوه‌ها از جمله میوه‌های خصوصاً دانکدار، تخمدار و مانند زردآلو، گیلاس، آلوبالو، سیب، نوک و انگور نسبت سالهای پیشین امسال زیاد استحصال کرد شد. برابر تامین بازارهای داخلی و کارخانه‌های کارکرد یک مقدار معین محصولات‌های میوه‌های تازه و خوشمزه آن به جمهوری فدراسیون روسیه، قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان و به جمهوری‌های ممالک اروپا و حتی چین صادرات کردند. در اساس برنامه رشد سایه باغ و تک‌پروری و سوپرفیسی میدان‌های باغ‌های اینتنسیو و سوپر اینتنسیو زیاد شده ایستاده است. تحلیل ها نشان می‌دهد که حجم استحصال محصولات از حساب باغ و تک‌سار ولایت سوخت افزایش یافته است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن سفرهای کاری به شهر نویهای مملکت و در جریان ملاقات با باغ و تک‌پروران وابسته به وسیع نمودن میدان باغ و تک‌زار با از خودکنی زمین‌های نو، دستور سپارش و توصیه‌های سودمند می‌دهند. نتیجه همین است که تاجیکستان همچون کشوری صادرات کننده میوه‌های لذیذ شناخته شده است. امروز میوه‌های استحصال شده از ولایت سوخت به کشورهای خارجی دور و نزدیک هم به شکل تر و تازه، هم به شکل کورکرد و بسته‌بند شده و هم افشوره صادرات می‌گردند. سال جاری از ولایت سوخت با یک تا دولت‌های خارجی و مثلا با دولت‌های ایالات متحده آمریکا، دولت‌های عربستان سعودی، ترکیه، ایران، فدراسیون روسیه، قزاقستان میوه‌هایی که در ولایت حاصل فراوان روی شد با این منطقه صادرات کرده شد از قبیل زردآلو، گیلاس، شفتالو، انگور و دیگر میوه‌های تر و تازه از ولایت با این منطقه صادرات کرده شد و در ولایت سوخت یک قطار کارخانه‌های بزرگی کارکردی میوه ها موجود است که امروز علاقه از جانب این کارخانه ها بسته‌بند و به صادرات برآوردن این میوه های خشک کرده شده رفته شده است. یکی از افزایش‌های اساسی زیاد شدن طلبات ها به میوه های تاجیکستان است پیش از همه وابسته به طعم این میوه ها میباشد که از جهت صفت و از جهت اکولوژی خیلی تازه میباشند و هر هنگامی که مهمانان خارجی به ولایت تشریف میارند از این میوه ها دیدن نموده به طعم و صفت و به بندوبست این میوه های ولایت سوخت خیلی بهای بلند داده برای هر چیز زیادتر صادرات نمودن این میوگی ها هوسمندی خود را ظاهر می نمایند. صاحبکاران ولایت سوخت با جانبداری از هدایت‌های پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در سمت کارکرد و بسته‌بند میوه‌های شهدبار قدم‌های استوار گذاشتند. بنیاد به فعالیت آغاز نمودن کارخانه‌های کارکرد میوه نشاندهنده‌های صادراتی را در ولایت سوخت افزون نموده است. محصولات ما به 30 دولت خارجی صادرات کرده می شود، از آن جمله دولت‌های آلمان، آسیای میانه، عربستان سعودی و غیره می باشند. محصولات صادر شونده زیاده از 30 نمود می باشند که در یک نمود زردآلو 3-4 نمود کارکرد می شود، 3-4 نمود آن صادرات کرده می شود. در یک زردآلو ما می توانیم کارکرد می کنیم، خود زردآلو را بدانه کرده خشک کرده به دولت‌های عراق، روسیه، ترکیه، دیگر دولت‌ها اکسپورت میکنیم. دانه که او را گرفته میشکنیم و مغزش به دولت‌های آلمان صادرات مینماییم. پوچاقی از مغز دانه جدا شده به دولت‌های قزاقستان برای استفاده کسمتیکا که از روغن آن کسمتیکا میسازند بر دولت قزاقستان صادرات مینماییم. مغز دانه که زردآلو که به دولت آلمان صادرات مینماییم از آن شیر استحصال میشود. اجرای تدبیرهای سودمند، عملی سازی اقدامات در سمت بنیاد باغ‌های اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی و کارخانه‌های کارکرد امکانیت می‌دهد تا حجم صادرات میوه به خارج مملکت بازم بیشتر گردد، زیرا زمینه‌ها برای بلند برداشتن نشاندهنده‌های صادراتی ولایت سوخت وسیع است.